یو گایز بچه ها، خوش اومدیم به پارت سوم بازی سایلنت هیل 2. ببخشید من یه روز دیر کردم، من مریض شده بودم، الانم گلوم تازه یه ذره خوب شده، ولی گفتم خب دیر نکنم. به هر حال بدون هیچ معطلی بزنیم بریم سراغ پارت سوم بازی سایلنت هیل ریمیک 2. لیتس گو. کانتینیو رو میزنیم و ما یه جایی رفتیم یه سیو نمکی کردیم و من اونجا یه دونه در باز کردیم. خب در بود، لباس عروس بود، کمد بود توش، کمد که سختشه ولی کمد بود اونجا. به همون واسه 108 اینها. خب دیدی تیک زده ولی علامت تعجب گذاشته اونجا. بهمون یه دونه سری میده، ما اون سریه رو چجوری هیل میکردیم؟ آها مثلث بود ولی هیل نداریم. ما اون سریه رو باید ببریم بذاریم تو اتاق 208 که یه دونه کمد دیگه بود. برای همین من همین اول کاری سرعتی باید بیام اینجا. 108 مگه اینجا نبود؟ او 108 طبقه پایین بود. اوکی، مایک هم بدیم پایین و من اومدم. 102 101 108 کجا بود پس؟ آها اوکی 108 رو بعد از سمت حیات میرفتیم. یه روز بازی نکردم همه چی یادم رفته. میای اینجا، این درم که باز کردیم و راه پله هم انداختیم. چرا مهر شد انقدر؟ میای اینجا. خب صدا چیه؟ خب 108 109 111 چرا شد پس؟ What the fuck bitch. 109 اوه ایزی بیچ. آقا یعنی چی؟ 108 کو پس؟ آقا 108. ببین ما از اینجا آمدیم اینور بسس. باید بیایم تو 107. بعد یه لحظه واسه ببینم. الان ما 107یم. آره نه چرا مغزم کار نمیکنه؟ خب 108 تا از کجا رفتیم تو؟ اینجا بازه، اون حیاته. اینجا ناموسن میشه بری پایین عشقم؟ باگ نخور فقط. حاجی سمت چپ در حیات که باز نبود. بازه، راست میگه. 105 106 یه صدایی میاد. 108 اینها.
خب ببین آخه من اینو چجوری ببینم بابا؟ یه 2 متر پرت کن وسط من دلو درست بتونم ببینم. یزید الان باید برم اینو بزنم تو 208. این که طبقه 3، این طبقه 2. خب 208 خدا رو شکر راه داره از بیرون. هوشه 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 هوشه. ای بی پدر، بمیر حروم زاده، بمیر کثافت. هیل به من بده. به من هیل بدهید. وای 208 که اینور نیست. کجام من اینجام. از بالکن باید برم 208. این یه ذره سخت کردن بازی من زیاد حال نمیکنم بابا. بازی باید اینقدر نباید سخت باشه که. الان من کجام؟ باید برم دور بزنم. تیرم نداریم. داریم میمیریم حاجی، هیچی نداریم که. خب بعد بیام راست. دیویست و هشت کموده. آها این چه سمیه دیگه. آها هلو. وای این چیه؟ رمز اینو من کجا بیارم؟ اینترنت. آها دیواره. 13 سمت راست، 7 سمت چپ، 11 سمت راست. 13 7 11. آها اوکی. این چیه؟ کلید چیه این؟ نمیدونیم. خب الان من اینا رو چجوری باید ترجمه میکردم؟ از کجا اومدیم تو ستون؟ اوه شت، این دیگه چه سمیه؟ واسه اینه؟ وای لیتس گو.
تو این وره. کجایی؟ بیشرف دمیر کوشونه کی؟ بیا جلو حرومزاده. اینجا کلید کجاه؟ چی نوشته روش؟ اسمال نمکی. چه عجب یه تیری بهمون داد. درای بالام که باز نمیشه. جونم هیل نوکرتم اشکال. دمت گرم. اینم باز کنیم. آها دیگه از اینجا میتونیم بیایم تو. خب حالا اون کلیده برای کجا بود؟ بعید میدونم کلید اتاقی بوده باشه. من احساس میکنم کلید در پشتی حیاط باشه یا کلید طبقه سوم. درست دارم میرم؟ نه بیرون باید حتما برم تو. مزخرف. خب ما باید بیایم الان این ور. این در احتمالا این در که کلید نمیخوره. پس میریم اون یکی در واحد 3 طبقه سوم. البته بذار دره رو تست کنم بعد باید بیام یه سیوی هم بزنم. ای هو خب پس کلید واسه کجاست؟ بذار یه سیو بکنیم. اینجا بازه؟ آها اوکی. این چیه؟ شت برو تو ببینم. اوه شروع شد. بالا یا پایین؟ بریم بالا. واو طبقه سوم. برو اونور بی پدر. هو آروم بگیر حرومزاده. آها گوه بخور. اوه چقدر زیادن. با تفنگم نمیشد اینا رو زد.
حاجی من صدای داخل هدفونم که میاد هی قطع و وصلی داره. امیدوارم تو رکورد ویدیو درست باشه. اگرم درست نبود واقعا شرمندم. بیا بیرون. بیا جلو. آها، دو تا دیگه هستن. یکی اون تو قایم شده مطمئنم. خب یکم احتمالاً جلوتر باشه. کجان پس؟ یعنی این که قفله. اینجا هیچی نداری برامون؟ مرسی. بزنش. میخوابن ها. اونجوری وایساده یارو خوابیده بود. مسخره. اینجا چیه؟ جاخالی ها رو عشق میکنی خدا وکیلی. یه ضربه هم نخوردم. بمیر بابا. 2 واحد بوکس کار کردم تو دانشگاه. بی پدر هیچی نیستی. برم بیرون. صدایی میشنوم. آها، وای وای، نه 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 نه. یه ضربه دیگه کارم تمامه. یه ضربه دیگه کارم تمامه. بزنش. هیل بده بی شرف، هیل بده بابا. گوز پدر هیل نمیده. جدی میگم یه دونه دیگه بیاد نمیتونم. یه دونه دیگه بیاد مردم. آقا شروور ننیست برای من ببینم. آها مرسی. سلامتی جان. برو بیرون ببینم. قفله؟ نگو که منو تا اینجا کشوندی سر یه دونه هیل. اوهو، بزن سرنگو بابا، بزن سرنگو که اوضاعمون خیلی خرابه. آخه جدی جون گرفتم خودمم. این که قفل بود، اینجا هم هیچی نبود. بریم اون ور ببینم. این ور هیچی. اونجا هم گشتیم. اینم قفل بود. بیا این ور. چی داره اینجا برامون؟ نوشته
اوه خب اینجا رو الان گشتیم. آره 113 که بسته است، درش از اون ور باز میشه. ببین 110 رو رفتیم، بالکنش رو رفتیم، 112 هم بالکنش رو رفتیم، درش بسته بود. از 109 باید بریم به 111، از 111 بیایم راه رو بریم تو 113، یا مثلا بریم این ورا. الان ما تو 111 ایم، باید بیایم بیرون. خب آها همین مسیر رو باید ادامه بدیم. درسته؟ آره. جدی بسته است یعنی اینجا؟ خب الان اوضاع سخت شد. اوضاع سخت شد. باید بریم طبقه پایین ببینم اونجا چه خبره. یه سیو که حتما باید بکنم. یه سیو که حتما باید بکنم. آها به به، 5 تا بنازم. خب اینم باز شد. خب این ور خبری نیست، هرچی هست همون طبقه بالاست. نه اینجاها هم نگشتیم. آره اینجاها رو وای صدا میاد، صدا میاد. Hello. Hey, who's there? It wasn't me. این کیه؟ I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. He... Oh, you mean that man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's alright. I'm not saying that you did. Look, my name is James. بابا چیشی اول رایت بدبخت دارن میگانمون. اول رایت. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? 2 دقیقه پیش داشتی میمردی اگر جا خالی های من نبود. It's just... دهنمون سرویس شده ستون. Something brought you here. Yeah. تا این مکالمه میکنی یه لایک بزن خدایی. خیلی آپلوده، لایک بزن انرژی I didn't know بگیرم. what to do, مرسی. so I ran. تو قلب من جاده عشقم. Figured it might be safe, but then I found the guy in the سخت داری، هم fridge. رکورد هم تامنیل هم Deep breaths. دیلی آپلود. Look, یه حمایت this place, ریزی it's not کنید safe. عشق میکنن. These خیلی things, انرژی میده. this whole town. There's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. میگه Sorry, but I can't با leave. هم دیگه بریم. میگه ولی من Yeah, نمیتونم برم. I need to find someone. باید ساموانو پیدا کنم. بابا ساموانو پیدا کنم. ساموانو. Eddie. عجب. امیدوارم خدایی تش دیگه ساموانو پیدا کنی. پاره شدی. You too. حالا معلوم نیست جلو اون کله مثلثیه بیاد میخواد چی کارمون بکنه. وای صدا چیه؟ وای
حداقل تو آشپزخونه هیچ چیزی داشته باش بنازم. این آخره چقدر خوب داره بهمون هیل میل میده. امیدوارم به فنا نریم. Eddie, are you gonna be okay? Yeah, I guess. اوکی بالاخره اومدیم. یا ابوالفضل یا علی. اوه اول میرم سراغ اون. در رو باز کن، در رو باز کن، در رو باز کن. برو تو. نمیخوام تیر بزنم حاجی. بزنش احمق، بزنش. بزنم. باید تو استخر رو ببینم. بزنیم دیگه، مگه اینکه بکشونمشون بیرون. تموم شد. برو پایین ببینم. هیچ هیل نداریم. اوکی یه سکه دیگه هم پیدا کردیم. بریم از این ور یه دونه سیو بزنیم. 2 تا سکه داریم الان. سیو به این پایینی میزنم. شاید به خاطر تجهیزات و اینا مجبور شدیم از اول اون بالایی رو بازی کنم. روی میزه که چیزی نیست. اون در خدایی باز بشه یه عشقی بکنیم. باز نمیشه. برو تو ببینم. اوکی تو چیزی نداری؟ چند دقیقه 20 دقیقه است رکورد کردم. بخوام یه 40 دقیقه دیگه رکورد بکنم باشگاه دارم. از این در اومدم تو زنده ای؟ آخه گشتم دیگه همه جا رو. طبقه 3 باید برم یعنی
ببین طبقه سوم راه پلش بسته است. خب این در این ورش هم بسته است. از اتاقا هم البته راه پلش رو نزده بسته. از این ور که بسته است، این دو طرف این ورم بسته است، اونم بسته است. یعنی طبقه 300 یعنی واحد 315 314 316 و 317 عملا خدا نگهدار 313 درشو چک نکردیم. خب گلومم گرفته. بعد برم از حیاط بیام طبقه سوم ببینم راه داره. بعد راه داشته باشه، چون یه سری اتاق اینجا دیگه خیلی ضایع میشه. یعنی الان برم بیرون. در اینجا کجا بود؟ میتونم من برم برم طبقه دوم. از طبقه دوم چک بکنم. این در اینجا میه نگاه بندازیم. این که بسته است، اینم بسته است. آها این بازه. خب از اینجا تفنگو برداشتیم دیگه. اینجا رو اومدیم. کجا برم؟ بیام این ور. وای حاجی این یارو خیلی من از این میترسم. دهنتون سرویس. میخوام برم بیرون. خب راه پله که اینجاست دیگه. اینجا باید در باشه دیگه. نه معمار این ساختمون رو من میخوام. خدای زنده. دهنت سرویس تو. صدا چی بود؟ بابا جا خالی بده دیگه. حسشو بنویس بس است دیگه. من کجا بیام بالا پس؟ اینترنت. اوکی آقا انگار باید بریم کوینا رو بزنیم به یارو دستگاهیه. ولی من 2 تا دارم. و اون یکی کدومه؟ آها این کوینه اینجا. این کوین اینجا رو باید من نگرفتم. این خونه شاید بده. قشنگ خونهشون کنار سطل آشغالی است. این کوینه رو چجوری بگیریم؟
واحدی این ور بود، لباسشویی بود. اینه. نه این نیست. کدوم بود؟ اون کوینه رو باید بگیریم و ببریم بذاریم تو دستگاهه. اینم نبود. وای گیج شدم. ای بی پدر. چه یهو اومد بی شرف. خب آقا من پیدا کردم. بعد می اومدیم اینجا و من این دریچه کوفتی رو من ندیدم. از اینجا که ما بیایم اینور اینو بر می داریم. بعد میایم میذاریم اینجا و کلید کوفتی و اون کوین کوفتی رو بر می داریم. 2 ساعت دهن ما سرویس شده. وای این تو حرومزاده. گمشو بیا بیرون. سریع بریم یه سیو بزنیم. بعد بریم طبقه 1. بیایم بیرون و کوین رو بر میداریم و میریم میذاریم تو دستگاه. کوش اینها. مزخرف. آخه دریچه اون پایین کی باید ببینه آخه. خب درسته. آخه اینجا 6 تا کوین زده. چه میدونم از کجا. با 3 تا
چه عجب، بالاخره یه هینتی بهمون داد. ترجمه سختی میخواد آسوتون. خب الان آها خب چه عجب. Their own can grow a flower, a venomous glee, their own a maiden. واسه بذار ترجمه کنیم. این فکر میکنم راهنماش باشه. یه جایی که روزی گلی رشد کرده، شادی زهرآلود، جایی که دوشیزه بودم و سنگشی دارد و مرد باره قبل و هرگز به رنگ ما به پست نرسید. یعنی واسه این مار باشه. فکر میکنم این باشه. سنگ داریم. آها خب چه عجب. آها خب بالاخره کلیدو میگیریم و فرار میکنیم از این دستگاه مزخرف. دهنمون صاف شد. هیل میشه بهمون بدی؟ بنازم. چجوری من اینو ندیدم بابا؟ اینا رو میذارن؟ اما بود. هیل میخوام. باید کم کم هم این پارتو تمامش کنیم. یه سیوی بزنیم سریع بریم اتاق 201 ببینیم چه خبره. این پارتو فعلا تمامش میکنیم و پارت بعدی رو شاید امروز و شاید هم فردا، نمیدونم. اتاق کلید اتاق چند بود؟ 201. سعی میکنم امروز بذارم. امروز پنجشنبه است و دستمونم خالی. تعیین اینجا. امیدوارم که کله مثلثی نیاد خفتمون کنه. یا علی هیلم نداریم. خدایا خودت رحم بکن. بنازم یه هیلی بهمون داد. سلامتی. وا این دره رو فعلا نمیخوام باز بکنم. این جاها رو بگردم ببینم. اینجا گشتنی نداره. این که هیچی. این چیه؟ دستماله؟ وای یارو به چیزش هم نیست. وای خدای من. وای وای برو سری برو فقط. وای دیدمون. وای حوصله فرار ندارم. تو رو جدت الان نه. وای
خدا این دیگه چه سمیه. باز نکن تو رو جدت، باز کنی به فنا رفته. وای نه. مرد؟ چی شد؟ چرا رفت؟ پشمام حاجی. بریم یعنی دنبالش. یه سیو بهمون نمیدی؟ خب خودش سیو گرفته. آقا دمتون گرم، مرسی که این پارتو دیدید. پارت بعدی و 100 فردا دیگه مریضی اینا اصلا هیچی، بمیرم من پارت بعد رو آپلود میکنم. فقط شما اگر میشه لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. بوس به روی ماهتون تا ویدیو بعد. فعلا پی